سال 1947 ترسناکترین سالا واسه کشتی‌های طرفای اندونزی بود. مدام یه پیام از یه کشتی هلندی میگرفتن به اسم SS اورنگ مدن. اون پیام این بود: همه خدمه با کاپیتان کشتی مردن. ما مردیم. منم مردم. ماجرای کشتی SS اورنگ مدن یکی از ماجراهای ترسناک کشتیرانیه که واقعیه. یه نظرسنجی توی چنلم گذاشته بودم، گفته بودین که از این ویدیوها براتون بسازم. اینم یکی دیگه از همون ویدیو هست. اگه دوست دارین حتما برام کامنت کنین که بیشتر بسازم. داستان کشتی SS اورنگ مدن از اون داستانای عجیب و غریبه ولی واقعیه. سیگنالای کمک زیادی از ماه ژوئن 1947 تا فوریه 1948 کشتی‌های حدود اندونزی دریافت می‌کردن. این سیگنال کمک این بود: تمام خدمه به همراه کاپیتان کشتی مردن. همه ما مردیم. منم مردم. این پیامو کشتی‌ها موقعی که داخل تنگه مالانگا بودن، یعنی یه جایی بین مالزی و سوماترا دریافت می‌کردن. در مورد جمله منم مردم، خب احتمالاً کسی که این پیامو گذاشته دیگه مطمئن بوده از این که داره میمیره. میخواسته دیگه یه پیامی بذاره واسه بقیه که شاید دریافتش کنن دیگه. اما این پیام همه ماجرا نبود. این سوال مطرح بود که چه اتفاقی افتاده؟ بعد اصلا بقایای کشتی کجاست؟ بعد از اینکه این پیاما رو گرفتن، چند تا کشتی آمریکایی و هلندی واسه تحقیقات به اون منطقه فرستاده شدن تا شناسایی کنن، اصلا بفهمن که این پیام از طرف کدوم کشتی فرستاده شده. بعد میفهمن که این پیام از یک کشتی هلندی به اسم SS اورنگ مدن دریافت شده که داشته به سمت تنگه مالاکا حرکت میکرده. بالاخره از بین این کشتیایی که فرستادن، یک کشتی آمریکایی به اسم ستاره نقره‌ای SS مدن رو پیدا میکنه. حالا چطوری پیداش میکنه؟ افراد کشتی ستاره نقره‌ای داشتن آماده میشدن که روی عرشه کشتیشون یه جشن شبونه‌ای برگزار کنن. یهو متوجه میشن که دارن یه سیگنالایی میگیرن با موضوع مرگ. پیگیری میکنن این سیگنالا رو. یه خورده که جلوتر میرن به یه کشتی میرسن که به حال خودش رها شده بود. بعد دیدن که هر چی که دارن به این کشتی نزدیکتر میشن، این سیگنالا هم داره بیشتر میشه. اونا اصلا فکرش هم نمیکردن که دارن به یکی از عجیبترین و ترسناکترین کشتی‌های تاریخ پا میذارن. وقتی که افراد ستاره نقره‌ای وارد اورنگ مدن شدن، متوجه شدن که این سیگنالا الکی و دروغی نبوده. واقعا اونجا یه اتفاق غیر طبیعی افتاده. یکم که میگذره همشون با یه صحنه ترسناک روبرو میشن. خدمه کشتی اورنگ مدن همشون با چشای باز، صورتشون هم سمت خورشید، دستشون هم کشیده بودن، همشون به این شکل مرده بودن. حالت چهرهشون هم نشون میداد که قبل مرگ با یه صحنه خیلی ترسناکی روبرو شدن. حتی سگی هم که داخل کشتی بوده مرده بوده. بعضی دیگه از افراد همون جوری که داخل پستشون بودن مرده بودن. مثلا افسر ارتباطات کشتی تو همون حالتی که داشته با دستگاه ارتباطی کار میکرده مرده بوده. افراد کشتی ستاره نقره‌ای میرن به قسمت‌های پایینی عرشه. هرچی هم که پایین تر می رفتن، احساس سرما و خستگی بیشتری تو بدنشون حس می کردن. اما بالاخره با هر تلاش و سختی که بوده خودشونو به اتاق دیگه بخار کشتی می رسونن. دیگه دیدن که سرمای اونجا خیلی شدیده. اصلا از شدت سرما احساس کردن استخوناشون داره ترک می خوره. به خاطر همین سرما هم بوده که جسدا فاسد نشده بودن. این اتفاق هم نشون میداده که داخل کشتی بین افراد SS مدن جاسوس نبوده. به هر شکل کاپیتان کشتی ستاره نقره‌ای تصمیم میگیره که اورنگ مدن رو به کشتی خودش وصل کنه و به ساحل ببره. ولی موقعی که داشتن کارهای وصل کردن اورنگ مدن رو به کشتی خودشون انجام میدادن، اصلا فکرش هم نمی‌کردن که یه اتفاق عجیب‌تر قراره براشون بیفته. وقتی که سیستم‌های یدکه شروع به کار کردن و اتصالا انجام شد، یهو یه مه غلیظ همه جا رو میگیره و کل فضا رو پر میکنه. بعد از گذشتن چند دقیقه یهو اورنگ مدن منفجر میشه و این کشتی نفرین شده با خدمش و راز ترسناک حل نشدهش به اعماق اقیانوس میره. اولین گزارش‌های این اتفاق هم سال 1952 گارد ساحلی منتشر میکنه. معمای اورنگ مدن هنوز حل نشده است. یه عده‌ای اصلا میگن که کار فرازمینی‌ها بوده، ولی هنوزم هیچ دلیل قانع کننده‌ای واسه اتفاق اورنگ مدن پیدا نشده. اما نظر شما در مورد این داستان چیه؟ این زیر حتما برام کامنت کنین. این بغلم این ویدیویی که گذاشتم رو ببینید. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.